خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که رئیس جمهور امامعلی رحمون روز 3 اکتبر سال 2022 با یک سفر کاری از شهر ترسونزاده در تقریبا 60 کیلومتری شرق پایتخت شهر دوشنبه بازدید کرده در مراسم افتتاح چندین انشاءات از جمله مکتب میانه رقم 22 و مکتب غیر دولتی به نام ترسونزاده بنای سردخانه خواجگی دهقانی مشهور حاجی کمال اشتراک کرده و همچنین از خواجگی‌های دهقانی باغ سامان و وطن و اشجاران جمع‌آوری حاصل شولی در خواجگی دهقانی اسلام دیدن کرده است. در ویدیوی کوتاهی که اشجاران بازدید امامعلی رحمون از یکی از باغ‌های مشهور انگور در کنار شهر ترسونزاده ثبت شده است دیده می شود که در درون باغ انگور برای پرزیدنت قولین گستردند و امامعلی رحمون در روی 3 کرسی امرو با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیدمومن یتیموف و وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده نشسته با هم صحبت دارند. سبب دعوت 2 وزیر قدرتی به سفر کاری پرزیدنت به انگورباغ‌های ترسونزاده شرح داده نشده است، ولی در ویدیو دیده می شود که امامعلی رحمون به میمانانش پیشنهاد می کند که از انگور این باغ بچشند. سفر کاری پرزیدنت به ترسونزاده و ویدیوی انگورخوریش با رحیم‌زاده و یتیموف در حال نشر شد که طی چند روز آخر درباره دیگرباره بد شدن وضع سلامتی پرزیدنت تاجیکستان خبرهای ضد و نقیض به دست می رسند. در ویدیوی نشر شده دیده می شود که ظاهرا سلامتی امامعلی رحمون چندان خوب نیست. امامعلی رحمون 5 اکتبر سال جاری به سن 70 می رسد. او از سال 1992 اینک 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. چند سال باز در تاجیکستان درباره احتمال از امامعلی رحمون به پسر کلونیش رستم امامعلی سپردن کرسی پرزیدنتی صحبت میکنند. برای این هنوز در سال 2016 تا قانون اساسی تاجیکستان را تغییر داده سن نامزدی به پرزیدنتی را پایین آوردند، ولی اجرای این نقشه اینک چند دفعه باز به تأخیر گذاشته می شود و در انتخابات سال 2020 امامعلی رحمون دیگر باره نامزدی خودش را پیش بری کرده زمان ریاستش را تا سال 2027 یعنی تا 75 سالگیش تمدید کرد.